نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد و هر روز و هر لحظه زندگیتان در عبادات الله متعال زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. با شما عزیزان و سروران هستیم با سوره دیگر از کلام الله مجید و ترجمه معانی آیات آن. سوره مبارکه الغاشیه. سوره مبارکه الغاشیه از جمله سوره هایی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم به همراه سوره قبلی آن یعنی سوره مبارکه الاعلی در نمازهای جمعه می‌خواندند و همچنین در نمازهای عید. این دو سوره، سوره مبارکه اعلی و سوره مبارکه غاشیه رو در رکعت اول و دوم نمازهای جمعه و همچنین در نمازهای عید می‌خواندند. این سوره مبارکه در مکه مکرمه نازل شده و نام این سوره از آیه اول این سوره گرفته شده و یکی از نام‌های قیامت هست، چون به معنای در برگیرنده است و قیامت اتفاق عظیمی است که همه چیز رو در بر میگیره. الله متعال در این سوره میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیه. آیا به تو نرسیده است و آیا نیامده پیش تو خبر و حکایت و داستان غاشیه، آن اتفاق عظیمی که در بر میگیره همه چیز رو در عالم و هیچ چیز رو تنها نخواهد گذاشت و هیچ چیزی نیست که این اتفاق به سراغش نره. اتفاق عظیمی که تنها منحصر به یک بخش از زمین نخواهد بود. ما وقتی که یک اتفاقی در گوشه از زمین میفته بر حسب دامنه فعالیت اون اتفاق و اون فضایی که در بر گرفته حجم اون رو میسنجیم و میگیم مثلا اتفاق خیلی بزرگیه چون کل شهر رو در بر گرفته، یا یک شهرستان و یا استان و یا ولایت رو در بر گرفته. وقتی یک کشور رو در بر بگیره خیلی بزرگتر میشه. وقتی یک بخش بزرگی از کره زمین رو میگیره و یک قاره رو در بر میگیره اون موقع خیلی عظیم میشه. وقتی کل کره زمین رو در بر گرفته باشه غیر قابل تصور میشه برای ما، چون همه ما بالاخره روی کره زمین زندگی میکنیم. و وقتی آسمان ها هم از دست این اتفاق در امان نباشند و تمام عالم و مخلوقات الله متعال رو در بر بگیره اون موقع خیلی عظیم است. و این است که الله متعال اشاره می‌فرماید به این حکایت عظیم و داستانی که در بر میگیره همه چیز رو. اون روزی که همه چیز در هم کوبیده خواهد شد و همه چیز از بین خواهد رفت و دوباره انسان‌ها در آن سوی این اتفاق عظیم که دوباره خلقتی نوین صورت می‌پذیرد، انسان‌ها دوباره بیرون خواهند آمد و دو دسته خواهند بود. وجوه یومئذ خاشعه. آن روز چهره‌هایی هستند بسیار ذلیل و خار و شکسته. خاشعه یعنی متواضع، کرنش کنان و شکسته. چهره‌هایی که بیانگر حال صاحبانشون هستند. چهره انسان غالباً بیانگر وضعیت روحی و وضعیت جسمی خود انسان هست. اگر چهره شاداب و بشاش و خندان باشه نشان از این است که در وجود این شخص انرژی هست و امید هست و خوشحالی و فرحت است. و اگر چهره در هم گرفته و قبوس و غم‌تریر باشه نشان از ناراحتی و حزن و غم و اندوهی داره که بر صاحب این چهره سایه انداخته است. این حکایت یعنی چهره زبون و خار مشرکین و کفار در آن روز به خاطر آن است که در این روز یعنی در این دنیا
اینها حاضر نبودند که چهره خود رو در برابر الله متعال به خاک بمالند، به سجده بروند و نماز بخوانند و چهره اینها سراسر غرور و تکبر و عناد و سرمستی داشت. در این دنیا اینها بسیار خرم و شاداب و خندان بودند و سرمست در آنچه که انجام میدادند و هرگز حاضر نشدند متواضع باشند، کرنش بکنند در برابر الله متعال. و الله متعال اینها رو در آن روز چهره اینها رو متحول میکنه و دگرگون میکنه. عاملة ناصبه، این چهره هایی که در آن روز علاوه بر اینکه زبون و خار هستند، اون روز چهره هایی هستند در هم کشیده، عامله، کوشنده و کار کننده، ناصبه و بسیار رنج کشیده و خسته. در اون دنیا، چون اینها در این دنیا در برابر الله متعال و اطاعت از دستورات الله متعال و اوامر الله متعال زحمت نکشیدن، خود رو خسته نکردن، نماز نخواندن، روزه نگرفتن، در راه الله متعال حرکت نکردن، صبر و استقامت در برابر گناهان، معصیت‌ها و مصیبت‌ها نداشتن و همچنین در انجام عبادت‌ها. به همین خاطر در اون دنیا اینها باید کار بکنن. انسان باید کار بکنه، باید زحمت بکشه، باید تلاش بکنه. یا در این دنیا زحمت میکشه و تلاش میکنه، یا در آن دنیا الله متعال او رو مجبور خواهد کرد در دوزخ و در آن عذابی که پایانی نخواهد داشت زحمت بکشه و کار بکنه. عاملتون ناصبتون و بسیار زجر کشیده و خسته و ناراحت باشه و درمانده. این چهره است که در اون دنیا بسیار پریشان است، بسیار نگران است، بسیار مضطرب است. تصل نارا حمیه، داخل خواهد شد به آتشی سوزان. این در آتش سوزان سرخ خواهد شد، کباب خواهد شد. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. این پوست بدن آنها هر وقت که میسوزه و بلکه باز هم میسوزه و بیشتر و بیشتر میسوزه تا جایی که سرخ میشه و کباب میشه و سیاه میشه و زغال میشه. الله متعال میفهمد بدلناهم جلودا غیرها، جلود و پوست جدیدی رو به جای این پوست الله متعال میآورد. لیذوقوا العذاب، تا باز هم عذاب بچشند و عذاب ببینند. به خاطر اینکه پوست است که محل احساس درد است و اگر پوست از بین رفت احساس درد از بین خواهد رفت، اما اینها از بین نخواهند رفت. لا یموت فیها ولا یحیا، نه میمیرند در دوزخ و نه زندگی میکنند، پیوسته عذاب و عذاب است. به اونها گفته میشود فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، بچشید که امروز جز اضافه شدن عذاب شما پیاپی چیز دیگری نصیب شما نخواهد بود. اینها کسانی هستند که تصل نارا حمیه، عذابی سوزان و آتشی سوزان اونها رو از بین خواهد برد. تشنه میشوند وقتی که تقاضای آب میکنند. تسقا من عین آنیه، با آنها نوشانده میشود از چشمه‌ای که جوشان است، آب هم نیست. این پسمانده پساب دوزخیانی است که از پوست اونها، از گوشت اونها، چرک و دم و آنچه که از بدن اونها خارج شده و راه افتاده در مسیر دوزخ و خون و چرک و پساب آنها با همدیگه قاطی شده و می جوشه و قلقل میزنه. نه طعم خوبی داره، نه رائحه خوبی داره، نه حرارتش قابل تحمله و نه اصلا وقتی انسان تصور بکنه که از کجا آمده میتونه که اون رو بخوره. اما اینها از فرط تشنگی و از شدت نیاز به آب می نوشند. تسقا من عین آنیه، وقتی که می نوشند تمام وجود اینها رو وقتی که می نوشند اینها تمام وجود اینها رو و تمام مسیر نوشیدن اینها رو از روده ها و از معده های اینها همه اینها رو از بین می برد، ولی دست بردار نیستن، گرسنه نمیشوند، به اونها غذا داده می شود. لیس لهم طعام الا من ضریع، اینها غذایی به جز ضریع نخواهند داشت. ضریع یک بوته خار بدمزه است که شترها در بیابان از اون استفاده می کردند. در زمان نزول قرآن کریم
الله متعال تشبیه میکنه غذای دوزخیان رو در بدخوری، در بدمزگی به آن بوته خار. بوته خار رو چطور میشه خورد؟ بوته خار رو ما انسان‌ها چطور میخوایم بخوریم؟ همش خاره. وقتی که در دهان بگذاریم و بخوایم اون رو بجویم، چطور میتونیم بجویم؟ تمام دهان انسان رو سوراخ میکنه. وقتی این خار رو انسان قورت بده و انسان اون رو فرو بره در گلوی خودش، این خار تمام این روده های انسان رو و معده انسان رو از بین میبرد. لیس لهم طعام الا من ضریع. اینها غذا اگر بخواهند، برای اینها یک گیاهی بدمزه و پر از خار شبیه کاکتوس، این بعضی از این گیاهانی که پر از خار هستند و در قاره آمریکا و جاهای دیگه دنیا به فراوانی یافت میشه، اینها رو نگاه بکنه چطور میشه اینها رو خورد. اینها به اونها داده میشوند. و وقتی که این آیات نازل میشد، برخی از مشرکین از روی تمسخر گفتن خب اشکالی نداره، ما اون بوته ها رو شترهای ما میخورن و چاق میشن و سیر میشن، ما هم خواهیم خورد. الله متعال فرمود هرگز اینطور نیست. اون غذایی که به دوزخیان داده خواهد شد لا یسمن ولا یغنی من جوع، نه اونها رو سیر میکنه و نه اونها رو چاق میکنه. نه اونها رو چاق میکنه لا یسمن ولا یغنی من جوع، و نه گرسنگی آنها را برطرف میسازد، بلکه بیشتر و بیشتر اینها گرسنه میشوند، اینها بیشتر تشنه میشوند. دوزخ منطقه بسیار بدی است، محلی بسیار بد است. دوزخ محلی است که روز به روز عذاب آن بیشتر و بیشتر میشه. جهنم جایی است که عذاب انسان روز به روز بیشتر و بیشتر میشه. الله متعال ما و شما و همه امت اسلامی رو از این عذاب و از این سرانجام نجات عنایت فرماید. آن سو در آن سوی دیگر نپرس از حال کسانی که مؤمنن، از بندگان خاص الله متعال. هر چقدر در این طرف درد است و عذاب است و غم است و اندوه، آن طرف آشنایی است و شادی است و خوشحالی است و سرمستی و نعمت است و نعمت. و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، نعمت میبینی و پادشاهی عظیم میبینی در جنت. در آن سو پیش بندگان خاص الله متعال چهره ها خرم و شادانند. وجوه یومئذ ناعمه، چهره های اینها رو وقتی که نگاه میکنی خرم، شاداب و بشاشند. اینها کسانی هستند که در دنیا در انجام اطاعت از الله متعال، در مسیر فرمان برداری از الله متعال، چهره های اینها آفتاب میخورد، چهره های اینها سرما تحمل میکرد، چهره های اینها بر اثر سختی ها، مشکلات، صبر و استقامت در برابر مصیبت ها، سختی ها، غم ها، عبادت ها و در برابر انجام ندادن گناهان، چهره اینها در هم کشیده میشد. چهره اینها تراوت نداشت، چهره های اینها از بسیاری از اونها سوخته بود و چهره های سخت و چهره های ناراحت و اندوهگین داشتند در مصیبت ها، در سختی هایی که بر مسلمین وارد می شد، مصیبت هایی که بر اونها می رسید، هجرت ها، جنگ ها، کشتار ها، زندان ها، عذاب ها، تمسخر ها. اما امروز در جنت الله متعال اونجا دیگه چهره اینها رو منور میکنه. اینها چهره های اونها خندان خواهد بود، شادان خواهد بود و شادمان خواهد بود. وجوه یومئذ ناعمه، چهره ها سرسبز و خرم هستند. چرا خرم نباشند که اونها چهره هایی هستند که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، اونها چهره های خرم، سرسبز و شادمان که به سوی الله متعال نظاره‌گرند و نگاه میکنن. چهره‌ای که الله متعال و زیبایی جمال الله متعال رو شاهد است. چرا خرم و شادان و سرسبز نباشه؟ لسعیها راضیه، اینها راضی هستند، خوشحالن از تلاشی که کردن، از زحمتی که کشیدن، از پاداشی که الله متعال به اونها داده راضی هستن. الله متعال میفرماید من از اینها اعلان رضایت میکنم. رضی الله عنهم و رضوا عنه، الله متعال از آنها راضی است و آنها هم از الله متعال راضی خواهند شد. این هست فضل الله متعال، این هست عزت، این هست خوشبختی و سعادت. فی جنت عالیه، در جنتی والا، بسیار بالا، در باغ‌هایی که بسیار ارتفاع دارند، مرتفع هستند.
باغ‌ها و جنت‌ها، باغ‌ها و جنگل‌هایی که زیبا هستند، وقتی که روی کوهپایه‌ای باشن، وقتی در ارتفاعات باشن، بسیار زیباتر نشون داده میشن، بسیار زیباتر هستن، چون منظره‌ای رو که انسان مشاهده میکنه منظره زیباتری است و بسیار انسان میتونه که نعمت‌هایی رو که الله متعال به داده این نعمت‌ها رو بیشتر و بهتر ببینه. در باغ‌های از بهشت که بسیار گرامی و بسیار والا مقام و بلند رتبه هستند، لا تسمع فیها لاغیه، اون صحبت‌های بیهوده، توهین‌ها، اهانت‌ها، گستاخی‌ها، تهدیدها و حرف‌های ناپاک و نادرستی رو که در دنیا میشنیدن امروز در جنت نمیشنون. لا تسمع فیها لاغیه، صحبت لغو، حرف بیهوده، حرف‌های چرندیات در جنت راهی ندارن. اونجا هر صحبتی هست صحبت از خوبی هاست، صحبت از بدی ها نیست، نه کینه است، نه غمی است، نه اندوهی است، نه تمسخری است، نه غیبتی است، نه بدگویی است. آنجا کسی دلش نخواهد شکست، آنجا هیچ گوشی صحبت بدی نخواهد شنید تا آزرده خاطر گردد. اونجا همه خوشبختی است، سعادت است. حرفی که ناراحت کننده باشه نخواهد شنید، به این معنا که هیچ خبر بدی به جنتیان داده نخواهد شد، هیچ خبر بدی نخواهند شنید، چرا که اونجا دیگر بدی معنایی پیدا نمیکنه. غم و اندوه خیلی وقته که رخت بربسته از زندگی این انسان. اون موقعی که به او گفته شد ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود، وقتی وارد جنت میشد ملائکه در ابتدا دور بر جنت ایستاده بودند و به او سلام میکردند، سلام علیکم بما صبرتم، درود بر شما به خاطر صبر شما، به خاطر استقامت شما. داخل شوید به جنتی که آرامش در اون هست، داخل شوید به جنتی که در آن جنت شما سختی نخواهید دید، مصیبت نخواهید دید، غم و اندوه نخواهید دید. لا تسمع فیها لاغیه، در آنجا هرگز هیچ گوشی در آن حرف بدی نخواهد شنید. آنجا همه خوبی است و خوبی است، زیبایی است و لذت. لا تسمع فیها لاغیه فیها عین جاریه، به زمینش که نگاه میکنی میبینی که چشم سارها جاری است، چشمه های عجیب، طعم‌های متفاوت، مزه‌های عجیب و فراتر از تصور من و تو. بویی که انسان رو دیوانه میکنه، مزه‌ای که انسان رو سرمست میکنه و منظره‌ای که وقتی انسان نگاه میکنه در شادی و در آسایش و در خوشبختی نمیدونه که چه کار باید بکنه. لا تسمع فیها لاغیه فیها عین جاریه فیها سرر مرفوعه، آنجا تخت‌هایی است بلند و والا مقام، بر روی تخت‌ها تکیه میزنند و بر روی تخت‌ها فیها سرر متکئین علیها متقابلین، اونها تخت‌هایی هستند که تکیه میزنن به اون، روبروی هم مینشینن بهشتیان و با هم دیگه اختلاط میکنن و با هم دیگه صحبت میکنن، از خاطرات دنیا میگوین، از آنچه که بر اونها اتفاق افتاد و دشمنان خود جهنمیان رو میبینن که چگونه در عذاب میسوزن و این بر لذت عبادت اونها، بر لذت آسایش اونها در جنت می افزاید. وقتی می بینن آن دشمنی که اونها رو زجر میداد، آن دشمنی که با آنها ظلم و ستم میکرد، امروز در پیش چشمان آنها عذاب می بیند. اینها در تخت‌های بلند مرتبه در حال استراحت هستند. تخت‌ها وقتی که بلند باشن انسان منظره دور بر خود رو بهتر می بینه. به بهترین تفریحگاه‌ها جاهایی هستند که در مناظر در ارتفاعات ساخته میشن. وقتی که انسان در یک منظره میره، در بلندی، در تپه‌ای، در گوشه‌ای از تپه‌ای، بلندای کوهی، جایی که ارتفاع داره و تفریحگاهی ساخته شده، منظره بسیار عظیمی رو میبینه، نهرها رو میبینه، باغها رو میبینه، مناظر بسیار زیبا رو میبینه و لذت میبره از طبیعت. به این خاطر است که اینها تخت‌های آنها بلند است. و اکواب موضوعه، اونجا کأس‌هایی است، جام‌هایی ردیف گذاشته شده از شراب‌های مختلف، لا یصدعون عنها ولا ینزفون، اون شرابی که نه از نوشیدن آن اینها مست میشوند با اون گونه‌ای که در دنیا مست میشدن، نه این گونه مست نمیشوند. از نوشیدن آنها حال اونها بد نخواهد شد، عقل خود را از دست نخواهند داد، بلکه فقط لذت میبرند، بلکه سرمست میشن، سرمستی همراه با حفظ عقل، آن گونه‌ای که شایسته مقام انسانیت است. اینها جام‌های مختلفی از شراب می نوشند، چرا که اینها
در دنیا الله متعال فرمود شراب نخورید و نخوردن. آنجا الله متعال شرابی به مراتب خوشمزه تر و گواراتر و خوش‌طعم‌تر و خوشبوتر و لذت بخشتر از شراب دنیا با آنها می نوشاند. ختامه مسک، که آن شراب مهرموم شده است با عطر مشک و خوشبویی آن انسان رو دیوانه خواهد کرد. و اکواب موضوعه و نمارق و مصفوفه، بالشت هایی است که صف کشیده اند. بالش نشان از آسایش و نعمت است و راحتی است. وقتی که صحبت از بالشت میشه، صحبت از استراحت است، صحبت از همراه و همسر و همراز و همدم است. وقتی که صحبت از بالشت میشه، انسان بیاد خاطرات همراهی، بیاد خاطرات همسر میفته، همسرانی بلند مرتبه و زیباروی که برای بهشتیان در نظر گرفته شدن. گرچه بهشتیان نمیخوابن چون نیازی به خواب ندارن. خواب نیاز بدن ماست در دنیا چون بدن ما خسته میشه، چون نیاز به تجدید قوا داریم. بهشتیان خسته نمیشوند که نیاز به خواب داشته باشن. بهشتیان اون فرصتی رو که برای خواب قرار استفاده بکنن، همون فرصت رو برای لذت استفاده میکنن. چرا بخوابن؟ نیازی به خواب ندارن. و خواب برای بهشتیان نعمت نیست چون و فرصت لذت بردن رو از اونها میگیره. این بالشتان نشان از استراحت است، نشان از راحتی است، نشان از لذت هایی است که در ورای این تعبیر نهفته است و نیازی به توصیف آن نیست. بالشت هایی که به ترتیب صف کشیده اند و زرابی و مبثوثه، و فرش های گران قیمتی که گوشه و کنار پخش شدن. وقتی که در یک منطقه انسان وارد میشه، در یک قصری، در یک کاخی، در ویلایی، و فرش های مختلف گران قیمت گوشه و کنار پخش شدن، حکایت میهمانی است، حکایت جمعی پرشور است. اینجا سخن از شادی است، اینجا صحبت از خوشی هاست، اینجا حکایت عجیبی نهفته خواهد بود. قرار است اینجا عده‌ای جمع شوند، با هم به شادی بپردازند، خوشحالی بکنند، اونجا فرحت داشته باشند. و زرابی و مبثوثه، گوشه و کنار محفل ها جاری است. دوستان به تماشای دوستان آمدن، اقوام و خویشاوندانی که سالهای سال، بلکه هزاران سال از لحظه وفات آنها تا ملاقات دوباره آنها در جنت میگذرد و گذشته است، الان دوباره همدیگر را در آغوش میگیرند. اینها خانواده ها، دوستان، آشنایان و همراهان هستند. آنجا دیگر جدایی معنایی نخواهد داشت. آنجا دیگر من و تو نگران این نخواهیم بود که این فرصت تمام خواهد شد، دوباره غربت خواهد بود، دوباره نگرانی و هجرت خواهد بود، دوباره احتمال بیماری وجود داره، مرگ پیش روی ماست و پیری ما رو از هم دور خواهد کرد و زمینگیر خواهد کرد و مرگ بین ما فاصله خواهد انداخت. جنت چیزی به نام مرگ نخواهد داشت. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. هر آنچه که بخواهید برای شما آماده است و هر آنچه که اشتها کنید الله متعال برای شما آماده خواهد ساخت. اینها همه نعمتها بخشی از نعمتهای کسانی است که وقتی در دنیا می رفتن و در دور بر در مخلوقات الله متعال گذر می کردن، در زمینی که ساخته است، در آسمانی که بالای سر آنهاست، موجوداتی که اطراف آنها قرار گرفته، فراموش نمی کردن الله متعال. و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. در زمین نشانه‌هایی است برای اهل خرد، آنان که یقین دارند با وجود الله متعال و در وجود خودتان. آیا نمی نگرید؟ آیا نمی اندیشید؟ آیا فکر نمی کنید به این خلقت عظیم الله متعال؟ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. آیا اینها وقتی که خارج میشوند چشم آنها به شتر میافتد؟ آیا تفکر نمی کنند که چگونه الله متعال این یک نمونه از این همه مخلوقاتی رو که هست و بیشتر جلوی چشم شماست چگونه خلق کرده است؟ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت یکی از معجزات الله متعال است و بلکه هر موجودی از مخلوقات الله متعال از معجزات الله متعال است. آیا نمی نگرند که این شتر که کشتی بیابان نامیده شده چگونه خلق شده؟ هفته ها، ماه ها میگذره و این آب نمیخوره، آبی رو که در بدن ذخیره کرده استفاده میکنه. در طوفان های شنی که چشم انسان اصلا جرأت باز شدن نداره، بر پشت شتری نشسته و چشمان خود رو بسته، اما شتر حرکت میکنه و آخ نمیگوید. در بیان این طوفان های شن و دو پلک داره،
و چگونه الله متعال به این قدرت داده و توانایی داده و دیگر مخلوقاتی که الله متعال از چهارپایان، از خسندگان، از پرندگان، از درندگان، از تمام حشرات، مرغ‌های آسمان، ماهی‌های دریا و دیگر موجودات روی زمین آفریده است و چگونه هنر به خرج داده الله متعال. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت. آیا شب وقتی که خارج میشی از خانه، خصوصا اگر در روستایی، در دل دشتی یا کوهی سر به آسمان بیاندازی، در حیرت فرو خواهی رفت. این نقاشی که الله متعال ایجاد کرده، میلیون ها بلکه میلیاردها ستاره رو وقتی در آسمان میبینی که هر نقطه کوچکی که در آسمان میبینی چه بسا که میلیون ها برابر از زمین توست و چه بسا که هزاران برابر خورشید توست و اینها همه مخلوقات الله متعال است. بگذار تا من تو بریم بالا از این زمین و خود رو بالاتر و بالاتر ببریم و پرواز کنیم، بریم در این فضا غرق بشیم، از آنجا به زمین خود نگاه کنیم. آیا زمین رو میبینیم؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت. آیا نگاه نمی کنی که الله متعال این آسمان ها رو چگونه آفریده است؟ و الی الجبال کیف نصبت. این کوه ها رو چگونه نصب کرده؟ میلیون ها تن سنگ، هزاران متر ارتفاع بالای زمین و همین اندازه در زیر زمین. این کوهها، این تنوع معادنی که در دل کوه هاست، رنگ های مختلف، شکل های مختلف و عظمتی که در کوه ها نهفته است، این سلسله رشته ها کوههایی که وجود دارن در گوشه و کنار دنیا، اینها رو الله متعال خلق کرده. درون اینها چه موجوداتی که زندگی نمی‌کنن، مأوا و مسکن میلیون ها موجودی است که الله متعال اینها رو خلق کرده و در دل خود چه گنج‌هایی که از طلا و از آهن و از نقره و از زمرد و از مس و از تیتانیوم و اورانیوم و بقیه مسائلی که در دل کوه هاست و معادن دیگری که هست نهفته است. و الی الارض کیف سطحت. آیا نگاه نمی کنید که الله متعال همین زمین رو چگونه بستری آماده کرده برای زندگی شما؟ چگونه آب و هوای اون رو، چگونه فاصله اون رو تا خورشید، چگونه دور خود میچرخه، چگونه دور خورشید میچرخه، چگونه تفاوت شب و روز و فصلهای مختلف سبب رونق زندگی شما میشه و چگونه بهار میشه و تابستان و پاییز و زمستان سبب رونق زندگی شماست، کشاورزی شماست، تجارت شماست. آیا همه این نظم و شگفتی تقی به تقی خورده و همینطور به وجود آمده؟ کلا و حاشا. یک ذات عظیم است که اینها همه مخلوقات اویند و من و تو. آیا نگاه نمی کنید؟ فذکر انما انت مذکر. پند بده ای پیامبر من، پند بده ای مخاطب قرآن، پند بده دیگران رو ای دعوتگر به توحید و باورمنده به وجود الله متعال. دیگران رو هم در این راه فرا بخوان، چرا که تو فقط پند دهنده هستی. هدایت به دست الله متعال است. لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء. هدایت به دست تو نیست، بلکه الله متعال هر کسی را که بخواهد هدایت خواهد کرد. تو فقط پند بده، خواه پند بپذیرن و خواه پند نپذیرن. دعوت وظیفه توست. انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. تو بر آنها مسلط نیستی و چیره نیستی، نمیتوانی هر کسی را که بخوای هدایت بکنی. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. تو نمیتوانی هر کسی را که بخوای هدایت بکنی، اما الله متعال است هر کسی را که بخواهد هدایت خواهد کرد و هر کسی را که نخواهد هدایت نخواهد کرد. الا من تولی و کفر. اما هر کسی که روی گردان و کفر کرد و پشت کرد به این آیات پر حق کلام الله متعال، دعوت انبیای الهی و توحید الله متعال و مشرک شد و روی گردان، فیعذبه الله العذاب الاکبر. پس الله متعال او را عذاب خواهد کرد، بزرگترین عذاب رو که همان دوزخ است، که همان جایی است که در ابتدای سوره با آن اشاره شد. عذاب اکبر، عذاب اکبر، چون اون عذاب بسیار بزرگتر است از عذاب این دنیا. عذاب این دنیا و شکنجه های این دنیا در برابر عذاب آن دنیا اصلا قابل تصور نیستند. ان الینا ایابهم. بگذار هر کجا که میخواهند بروند. بگذار این ظالمان، کافران، فاجران و مستکبران رو هر کاری که میخواهند بکنن. اینها رو آزاد بگذار. ان الینا ایابهم. اینها به سوی من الله با عظمت برمیگردن. میان به پیش من الله با عظمت. اینها دوباره پیش من خواهند آمد. ان الینا ایابهم.
اینها پیش من برمیگردن، اینها دوباره به سوی من باز میگردن. کجا فرار میکنی؟ کجا میخوای فرار بکنی؟ تویی که الله متعال رو قبول نداری، تویی که فکر میکنی الله متعال نیست، تویی که حاضر نیستی در برابر الله متعال اطاعت بکنی و فرمان برداری بکنی. کجا میری؟ این المفر. کجا میتونی فرار بکنی؟ کل نفس ذائقة الموت. هر نفسی طعم مرگ رو خواهد چشید و در قلب خواهد رفت. ان الینا ایابهم. بازگشت همه شما به سوی من خواهد بود. ایاب به معنای بازگشت است. نقطه مقابل ذهاب است. ذهاب و ایاب، رفتن و بازگشتن. ایاب، ان الینا ایابهم. بازگشت همه آنها به سوی من الله با عظمت. ثم ان علینا حسابهم. فقط من الله با عظمت خواهم بود که حسابگر آنها میشوم روز قیامت. هیچ کسی به درد شما نخواهد خورد، نه پیامبری، نه امامی، نه اولیایی، نه ملائکه‌ای، هیچ کدام به درد تو نخواهد خورد. ان علینا حسابهم. من الله با عظمت. علینا یعنی ما. الله متعال وقتی برای خود لفظ جمع به کار میبرند و ضمیر جمع به معنای عظمت است. من الله با عظمت، فقط من الله با عظمت حساب رس شما خواهم بود. هر انسانی در پیشگاه دادگاه عدل الهی و در پیشگاه الله متعال، در آن محکمه عدل الهی حاضر خواهد شد و تنها با الله متعال سخن خواهد گفت و الله متعال بر او حساب خواهد گرفت. هیچ کسی لا یتکلمون یوم یقوم الروح والملائکة صفا. جبرائیل امین علیه السلام با آن عظمت ملائکه صف کشیدن. لا یتکلمون، و هیچ کنم صحبت نمی کنن مگر الله متعال با آنها اجازه دهد تا صحبت بکنن و صحبتی درست و بر مبنای رضایت الله متعال مطرح کنن. ثم ان علینا حسابهم. حساب شما همه برای من خواهد بود. آمادگی بگیریم برای آن روز. پیش روی من و شما میلیاردها سال زندگی است. مرگ پایان زندگی من و شما نیست، بلکه انتقال از مرحله به مرحله دیگر خواهد بود و انتخاب با من توست که بعد از آن در جنت باشیم یا در دوزخ. از الله متعال میخوایم تا من و شما توفیق بده تا اهل جنت بشیم و از اون نعمت‌هایی که در این سوره و سوره‌های دیگر برای جنتی‌ها ذکر شده است و بهشتیان ما و شما رو بی بهره نگرداند و نصیب بگرداند و از عذاب دوزخ ما و شما رو نجات بده. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال می سپارم. الله یار و نگهدارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني